18 تیر کشته شدگان راه آزادی ایران و با درود به جمع حاضر و مجریان این مراسم، امروز ما در این مکان جمع شده ایم برای بزرگداشت حماسه 18 تیر. اما کدام 18 تیر؟ 18 تیر سال 59 و خیزش بی همتای افسران دلاور شاهرخی به کودتای نوژه معروف شد، یا 18 تیر سال 78 و خیزش آزادیخواهانه دانشجویان و مردم که به وقایع دانشگاه معروف شد؟ نکند زمانی فرا برسد که ایرانی مجبور باشد هر روز بزرگداشت و سالگرد برگزار کند، آن هم به چند مناسبت. عزیزان، عمر رژیم به درازا کشیده شده به دلیل اینکه ایران من 4 دیواری خانه منه. به دلیل اینکه هر جنایتی را مرتکب شدند سکوت کردیم و به راحتی از کنارش عبور نمودیم. هر روز در خانه ای را میزنند. مهم نیست در خانه مرا که نزدند. متاسفانه از ماست که بر ماست. افرادی که اقتصاد رو مال خر میدونستند، شیادان دزد و راهزنی که روی هر جنایتکار تاریخ بشری را سفید کردند، 33 سال هر روزش به بهانه تعدادی از شیران بیشه ایران رو به خاک و خون میکشند. خیلی زنان و مردان آزادیخواهی که با هر عقیده و مذهب در این 33 ساله آزادی هستیشون رو در آتش خشم و تبعیض و نابخردی این حکومت فاسد از دست دادند، همگی قبل از هر چیز قربانیان مذهب حکومتی بودند تا حکومت استبدادی. آمار نشان میدهد بیش از 70,000 مسجد در ایران وجود دارد. هزاران تکیه و حوزه و پایگاه و مرکز اسلامی فعالند. بزرگترین سهم بودجه بعد از بخش نظامی، متاسفانه اینا خیس شده، بخش نظامی متعلق به بخش فعالیت‌های مذهبی است. هزار آخوند و طلبه و مدعا و سخنور مشغول مغزشویی ملت ایرانند تا از دکان مذهب ارتزاق کنند. یک هدف دارن و میدونن دارن چی کار میکنن. تازه این غیر از صدا و سیمای سدلی است. اما در مقابل نماد جامعه ایرانی مخالف این رژیم آدمخوار گروه اپوزیسیون خارج از کشورند. چه تعداد شبکه و سخنور و در چه جهت و هدفی مشغول کارند؟ خودتون مقایسه کنید. این را نگفتم تا دست کم بر فعالیت عزیزان گذاشته، بلکه گفتم اهمیت مبارزه خودمون رو و جایگاهی را که از دید یک دربند داخل کشور داریم بیشتر درک کنیم. رژیم با همه تلاشی که داره انجام میده در سرازیری سقوط قرار داره. از کارهایی که به ادامه حیاتش کمک میکنه پرهیز کنیم. مسائل حاشیه‌ای را کنار بذاریم و به ایران فکر کنیم. فقط به آزادی عزیزان دربندمان بیاندیشیم. اما سرافراز باشیم که جرقه تعیین تکلیف با جمهوری اسلامی در 18 تیر 78 زده شد. در 25 و 30 خرداد جوانه زد و در روزهای قدس 13 آبان و 16 آذر به نهالی تبدیل شد و می رود که سراسر ایران جنگلی از درختان راست قامت مبارزه در جهت سرنگونی این رژیم ننگین شود. و امسال با چنین چشماندازی به پیشواز وقایع 18 تیر می رویم تا تیر عصیان مردم سراسر ایران را با حمایت بین المللی بر سر و جان و تن حکومت مفخران اسلامی ببارانیم و جهانی از شادی و شادمانی را بر لب خسته‌دلان، فقر زدگان، زندانیان، آوارگان و به ویژه زنان پاکسرشت ایران زمین بنشانیم. فراموش نکنیم که 18 تیر امسال را می توانیم با یکپارچگی خود خطر جنگ را از فراز ایران زمین دور کنیم و به جهانیان نشان دهیم که می توانیم این رژیم ضد ایرانی و اشغالگر را با قدرت اتحاد خود به سقوط بکشانیم و از جهانیان بخواهیم در همه عرصه‌ها بر حکومت مافیای اسلامی تنگ بگیرند و از مبارزات آزادیخواهانه ملت ایران حمایت کنند. در پایان یادی کنیم از ایرانبانان دلاور خیزش شاهرخی، شهیدان 18 تیر 59، سرتیپ خلبان آیت محققی، سرگرد خلبان فرخزاد جهانگیری، سروان خلبان محمد ملک و بیش از 350 تن از بهترین فرزندان آن آب و خاک و شهیدان کوی دانشگاه در 18 تیر 78، عزت الله ابراهیم نژاد، فرشته علیزاده، تامی حامیفر،
اکبر محمدی و دیگر عزیزان که به دست جلادان صفاک رژیم ضد ایرانی جمهوری اسلامی کشته شدند و با خون خود نهال آزادیخواهی ملت ایران را آبیاری نمودند. راهشان پایدار و نامشان جاودان باد. پاینده ایران، پاینده آزادی.